سلام خدمت دوستان عزیز. امروز در خدمتتون هستیم با کارشناسی یک دستگاه پراید 131 مدل 98. با هم دیگه بررسیش کنیم ببینیم چه مشکلاتی داره این ماشین دیگه، حالا بدنه و رنگ و شاسی و سقف ستون. خب قسمت اول شروع میکنیم برای بررسی سقف و ستون ماشین که ببینیم آیا برشی، ضربه چیزی داخلش هست و هنگام بررسی سقف و ستون میایم آچرخوردگی درها رو هم چک میکنیم که یه وقت حالا آثار صافکاری PDR یا تعویضی چیزی نداشته باشه. اول میایم توسط یه قلم مگنت ستونامون رو بررسی میکنیم ببینیم آثار برش، رنگ شدگی چیزی توش هست یا نه. بعد اینکه این قسمت رو انجام دادیم میای لوله ها رو چک میکنی ببینی آثار آچرخوردگی توشون میبینی یا نه. این آچرخوردگی که میگم همشون به شما سرنخ میده بابت آسیبایی که به ماشین رسیده. میخوایم ببینیم به پوست سقف ماشین تعویض شده یا نه. راحت ترین راه برای اینکه بتونیم اینو تشخیص بدیم میایم از جلوی ماشین سمت شاگرد میشینیم برعکس، این نمد سقف رو یه مقدار میدیم پایین، این نقطه جوش های شرکتی رو باید رعایت کنیم. اگر پوست سقف تعویض بشه این نقطه جوش ها میشه جوش دستی سوراخ سیاه میکنه. پس راحت ترین روش برای تعویض پوست سقف تو تمام ماشین ها همین قسمته. تو مرحله بعدی میخوایم شاسی های ماشین رو از قسمت حالا داخل درب موتور که باز میکنیم از این قسمت اولیه بررسی اولیه داشته باشیم تا حالا مراحل بعدی که ماشین با جک میره بالا از زیر هم بررسی کنیم. این مگنت هم مگنت بلنده برای رنگ شدگی شاسی ها به کار میره. به این صورت روی شاسی میکشی از انتها بررسی میکنی تا به جلو. قسمت دوبل گلگیر، سینی جلو تو تصویر مشخص باشه، سینی پشت چراغ داریم و دوبل گلگیر و باکس کمک، دیواره آتش یا سینی پشت موتور. این طرف رو هم مثل همون بر بررسی میکنیم. حالا این کار رو انجام دادیم میایم کاپوت ماشین رو یا به اصطلاح درب موتور آچرخوردگیش رو چک میکنیم ببینیم آیا آثار آچرخوردگی داره یا نه. الان ما تو این خودرو آثار آچرخوردگی نداریم و رنگ براکت لولا با خود داخل رنگ درب موتور با همدیگه خاناست. پس این به ما نشونه میده که 99% درب موتورمون فابریکه. وقتی که حالا این باز شده پیچ‌های گلگیرها رو هم نگاه میکنیم، یه پلومی زیر این مهره داره، حالت یه رنگ خیلی نازک زیر این مهره پلم شده. این خودش به شما پلم بودن یا فابریک بودن قطعه رو ثابت میکنه. این طرف هم همینجور بررسی میکنیم. میریم برای مرحله بعدی قسمت عقبش هم بررسی کنیم و ماشین رو ببریم بالا. حالا میخوایم کف صندوق ماشین رو بررسی کنیم با حالا آچرخوردگی درب صندوق. اول از همه سینی عقبمون رو بررسی میکنیم ببینیم آثار خوردگی داره یا نه. بعد میایم روی قسمت کف صندوق مگنتمون کار میکنیم. ببینید تو ماشینا اینجا سال تولید داره. ببین الان مدل این ماشین 98 برج 4 98 این ماشین تولید شده.
پس این خودش به ما نشونه میده که کف صندوق این ماشین فابریکه و هیچ مشکلی نداره. میایم برای آچارخوردگی درب صندوق. این قسمتمون آچارخوردگی پلومه، هیچ مشکلی نداره. یه نکته اینجا داریم، الان پیچای این ور درب صندوق آچارخوردگی داره، اگه تو دوربین مشخص باشه حتی به هم ریخته. خب در این صورت الان ما شما باشی چه رأیی میدی؟ مثلا میگی در صندوق تعویض شده یا استوکه. ببین چون اون طرفت فابریکه، حالا این طرف به خاطر تنظیم کردن درب صندوق هم میتونه باشه، پس هیچ مشکلی نداره. در صورتی که هر 4 تا پیچ آچارخوردگی داشت میتونی آیتم های تعویضی رو بررسی کنی. سینی پشت کمک، اصطلاحاً بهش ما میگیم سینی پشت کمک. این سینی رو کامل باید بررسی کنی، کوچکترین ترکی نباید داخل این سینی باشه. الان این ور سالمه، بریم اون طرفش هم ببینیم. خب بیا اینجا، یه دونه ترک اینجا داریم، حالا نمیدونم تو دوربین اگه مشخص باشه، این خطی که میبینی اینجا افتاده یه دونه ترکه که اصلا بازم نشده. عرضم به حضور شما اصطلاح کارشناسی موقع برگ نویسی اینو بهش میگن سینی پشت کمک، مثلا سمت چپ ترک داره. این از ترک پشت کمک خودروهای پراید و حالا خانواده سایپا. بریم برای بررسی شاسی. حالا میخوایم شاسیاشو بررسی کنیم. این ماشین رو کلا میخوایم از این مورد بررسی قرار بدیم. ببینید شاسی تمامی خودروها کلا حالا ساختارشون فرق میکنه، ولی در کل وضعیت شاسی کشی به همین صورته. حالا 5 سانت اول میشه سر شاسی و ادامه که میاد تو شاسی و حالا پرچمی و انتهای شاسی که شروع میشه. تو خانواده پراید این بوکسل بند به محض اینکه ضربه وارد بشه بهش، البته بگم اون دیگه شانس اون طرفه، سر شاسی از این قسمت ترک میخوره. الان این طرف شاسیش سالمه، میریم حالا این طرف. این ماشین الان حالا از زیر یه خوردگی داشته، ببینید این شاسی بوکسل بند فشار آورده، شاسی اینجا یه ترک برداشته. این خطی که میبینید بهش میگن ترک، یه فشار به سرشاسی وارد کرده. یه چیزی بگم تو خانواده سایپا اصلا این هم یه چیز خیلی طبیعیه. زیربندی ماشین رو بررسی میکنید، ماشین که 2 تکه باشه میان از اینجا برش ارضی میزنن، حالا تو ویدیوهای قبلی فکر کنم موجود باشه توی کانال. از اینجا برش ارضی میزنن، ماشین حالا از قسمت جلو یا عقب تعویض میکنن، یا میان از این وسط برش میزنن یا از این قسمت. قسمت عقب ماشین رو میخوایم بررسی کنیم. میایم همینطور پل ارضی کف صندوق رو داریم اینجا، به این قسمت میگم پل ارضی کف صندوق و شاسی های عقب. چراغو میندازیم تو زاویه های مختلف، شاسی رو بررسی میکنیم و همچنین کف صندوق خودشه زاپاس، شاسی سمت چپ و سینی عقب. این هم سینی. خب خدا رو شکر قسمت عقب ماشین مشکلی نداره. حالا میریم بپردازیم به وضعیت رنگ ماشین یا حالا تعویضی چیزی اگه داره. برای بررسی رنگ بدنه ما چند تا آیتم رو در نظر میگیریم. اولین و مهمترین آیتمی که برای بازدید رنگ خودرو برای یک کارشناس خیلی مهمه، بازدید به صورت چشمیه. یعنی شما باید اول به چشم اطمینان داشته باشی بتونی یه ماشین رو کارشناسی کنی. میای تو زاویه مورد نظر قرار میگیری، این دونایی که داخل بدنه خود رو تو دوربین میبینی پوست پرتقالی میگن، آخان رنگ میگن، دون رنگ میگن، خواب رنگ میگن، چند تا حالا اسم مختلف داره. شما شکل ساختار این پاشش رو که روی بدنه داری میبینی، از قسمتی که شروع میکنی تا به جلو باید ساختارشون یک دست باشه.
یعنی اصلا نباید توشون تفاوتی ایجاد بشه. وقتی حالا کامل دیدی با چشمت، خیالت راحت شد، حالا ایرادایی که در آوردی به کنار، حالا میای برای اینکه خیالت راحت بشه یه دستگاهی داریم به اسم ضخامت سنج رنگ خودرو دیجیتالی هست. شما با این دستگاه ضخامت ماشین رو در میاری. این میشه مثلا ضخامت ماشین. این تلرانس بالا پایینی که به وجود میاد، رنگدار بودن یا تعویض بودن قطعه‌ای که تو ماشین به کار رفته رو به ما نشون میده و به صورت خطی، همیشه به صورت خطی مثل پاشش ربات میاد جلو به این صورت. الان ضخامت این ماشین بین 78 تا 100 میکرون 95 میکرون داره بالا پایین میشه. حالا 10-15 تا تلرانسیه که خطای تمامی دستگاه و پاشش ربات ها هست. ما بدنه رو اون ورش رو بررسی کردیم. این طرف ماشین هم به همون صورت میایم به صورت چشمی نگاه میکنیم، مشکلی نداره، خوبه. دوربین رو بیار جلو. از این قسمت بی زحمت فیلم بگیر، با انگشت من بیا جلو. این قسمت ها الان فابریکه. خب وارد این قسمت که میشیم دون رنگ فرق میکنه، خیلی داره دون میشه. ببین من اگه سایه رنگش رو بخوام بهتون نشون بدم به این صورت، این قسمت حالت آب رنگ داره. حالا اینجا الان 90 تاه، ببین اینجا رو الان بگیر قسمت فابریکمون 89 میکرون. حالا این قسمتی که آب رنگ شده با دستگاه میزنیم 130 تا میاد تا 117 150 میکرون داره این قسمت به ما ضخامت میده. البته زیرسازی خاصی نداره، حالا صافکاری شده، رنگش ریخته، اینو آبرنگ کردن، خیلی هم قشنگ مشهوره ولی خب مورد خاصی نیست. این بود کارشناسی پراید 131. حالا با هم دیگه نگاه کردیم. پس برگه‌ای که برای این ماشین صادر میشه، سرگلگیر خودرو قسمت راست دارای آبرنگ میباشد، سرشاسی و سینی پشت کمک سمت چپ ترک داره، سقف، ستون، سایر شاسی ها سلامت میباشد. برای دیدن آموزش های بیشتر، نکته های کارشناسی، کانال منو سابسکرایب کن، لایک کن و راجع به این پستی هم که دیدی نظرت واسه هم کامنت کن.